السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انسانی مرد مسلمان زن کتابی را گرفته میتوند، یعنی که از جمله یهودیه باشد یا که نصرانیت باشد، فرقی ندارد که اون زن هر چیزی که نباشد از اهل کتاب باشد، آیا گرفتن آنها جایز است یا نه. وقتی که اهل علم در این باره صحبت کردگی هستند، بعضی برادرها در تعجب میزنند که چرا الله پاک در قرآن اجازه دادگی هست و آنها را اهل علم منع کردند. در حقیقت در فهم اهل کتاب در زمان صحابه علیکی دو فهم بود. یکی فهم حضرت عمر رضی الله عنه، یکی از مجتهدین صحابه، یکی از مفتی های صحابه که من میکرد، در زمان خودش من میکرد، و بعد اونم اهل علم مثلا که به قول همون، به فهمی همون که قرآن فهمید، به فهم همون گرفتن که اهل کتاب همون است که اهل کتاب باشن که آنها در حقیقت خطاگی ها دارن و اما شرکی اکبر آوردگی نباشن. و دیگر که هست در همون زمان صحابه که دیگر صحابه بودن که اهل کتابه که مثلا که در حقیقت اهل کتاب باشن، آنها را اجازت میدادن. اما امروز عالم اسلام فتوا داده هستند. فتوا به همین است که با جایز نبودن کتابیه را گرفتن. از جمله محمد عاشق الهی در کتابش که ذکر میکند میگد به خاطری که در این وقت زمان ما میبینیم، میگد اگر اهل کتاب اصلا کم ماندگی هست، اهل کتابی که حقیقتا اهل کتاب باشن، اونها را گرفتنشون میگه به خاطرش جایز نیست. اگر اهل کتاب نباشد اون اصلا درست نیست. از اون به خاطری به سبب بعضی اهل کتاب قدیم صحبت کردیم، یک نشسته گپ زدیم که اونها بگیم روس هستن، اونها خریستیان میگن، خچونه گپ میزنی از انجیل، از بیبلی که اونها بیبلیش میگن، وقتی گپ میزنی اون اصلا قبول نداره بسیارش. میگه کتاب قدیمی بوده است، خیلی مردم اون قبول کرده هستند، فکر میکنن که کتاب از آسمان نازل شده باشد. همین خیلی همچنان که اون کتاب اصلا در نزد اونها قدری ندارد. بعضی های هستن از اونها که قبول دارن، همونم که از اون خبری ندارن. و حضرت عیسی را سه نوع قبول دارن، بعضیاش اعوذ بالله خدا میگن و بعضیاش بچه خدا میگن، بعضیاش سه تا هست گفته دیگه تقسیماتی که میگن که روح هست، روح الهی است. خلاصه گپ که اگر اهل کتاب، اگر که اهل کتابش قطعی نباشد، این خیلی که انجیل قبول ندارن، حضرت عیسی را قبول ندارن، اهل کتاب گفته نمیشه. اگر خودش دعوا میکنه که من خریستیان هستم، اون اصلا جمهور یگام علما اجازه نمیدن. جمهور اتفاق است که درست نیست، چون که اون اصلا اهل کتاب نیست، اون به خدا است. و دیگر که هست اهل کتاب به خاطر اهل علم منع کردن، از زمان حضرت عمر را دیدن گفته سرشیدگی است، و تا زمانی ما و علما منع کردن گرفتن اهل کتاب. به سبب چی؟ محمد عاشق الهی ذکر میگن که میگه علت در این است که وقتی که جوانای مسلمان اهل کتاب میگیرن، با جای کرده اونها رو به اسلام دعوت کنن، برعکس اونها رو به طرفی مثلا کفر دعوت میکنن. یک نفر شاید باید که خیلی او خیلی بگیری اگر اهل کتاب اصلا جایز نیست گرفتنش. در حقیقت فتوا همین است که اصلا جایز نیست. ما خودمون شنیدیم همین حادثه را که در همون مکان حادثه بودیم، ما با چشممون ندیدیم، اما شنیدیم که بچه های تاجیک وقتی که زنی عروس میگیرن که اونها در حقیقت دعوا میکنن که اونها که اهل کتاب هستن، اسلام قبول کردگی نیستند، دعوا میکنن که اهل کتاب هستن، از جمله خریستیان هستن که دعوا میکنن. ما شنیدیم که اونها را همچون بگیم که خریستیان وارد کردگی هستند. به چی معنا؟ یعنی که اونها دعوا میکنن بچهای تاجیک که ما مسلمان هستیم، اما قطعی اونها کرده سرکف میروند و حتی چی کارهایی که اونها میکرده هستند اینها را میکرده هستند. تصور کنید که با عوض این که اونها را مسلمان کنن، برعکس اونها را بگیم به همون کفر خچون کشیده هستند. به همون سبب محمد عاشق الهی میگه که از این طرف اگر اهل کتاب هم باشه اجازه نیست است، میگه چون که هست سببی یکم که اونها رو به کفر کشیدستند، دوم که هست زنهای مسلمان در دنیا زیاد هستند، اونها بی شوهر موندستند، برعکس اونها را کرده از اهل کتاب دا کرده اونها را بگیرن به جو، به خانه و به نفقه تعمین کنن، مثلا که شوهر اونها شون خوب است که میرن فاحشه ها و اهل کتابی که با دینشون اصلا خبری ندارن، قبولی ندارن، اونها قد چگونه زندگی میکنن. گفته اهل علم من کردگی هستن که در دین مسلمان ها تأثیری سخت کرد و بسیار مردهایی که همون خیلی بگیم با اونها ازدواج کردن تأثیری سخت کرد در دینشون و در دنیا و دینشون ضرر سخت دیدن. الله پاک توفیق بده و زنهای مسلمان ها را بگیرن از اهل کتاب دوری بجویان، چی اهل کتاب باشد چی کمونیست باشد اونها نگیرن. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله.